ضمن پیام امساله واقعا هم بار دیگر ما احساس کردیم که نبض دنیا در قلب پیشوای ملت ما میتپد، زیرا توجه رهبر دولت به سمت و ساحه‌های حیاتاً مهم و بیشتر پیشگیری کردن از خطر و تهدیدهای زمان امروزه ما را وادار می نماید که مسئولیت بیشتر در این مسیر داشته باشیم. در پیام امساله پیشوای ملت به سمت کار با جوانان و ورزش نگاهی نیک کردند و آینده درخشان دولت و ملت را از فعالیت پرثمر جوانان معنی داد کردند. تأسیس دادن آنکه تبدیل نام کردن دانشگاه تکنولوژیا و اینوواسیون که در شهر کلاه فعالیت دارد به دانشکده اینوواسیون و منیجمنت از آن شهادت می‌دهد که امروز رهبر دولت برای آماده کردن کادرهای اختصاصمند و پیش از همه رو آوردن به تکنولوژی رقمی به نهایت زیاد است. این پیام سرشار از مهر و محبت وطنداری بود. این پیام راهنمای برای فردای آینده درخشان میهن بود. این پیامی بود که ما خدمتچیان دولتی را بار دیگر برای بیشتر مسئولیت احساس کردن در تطبیق همه گونه سمت و ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه راهنمود کرد. باوری داریم که مردم سربلند کشور سال 2025 را با دستاوردهای نیک پس سر می‌نمایند.